خداوندا، تو را شکر و سپاس می‌گوییم که این روز را به زندگیمان اضافه کرده ای و به ما حیات بخشیدی تا درباره تو و قدرت و جلال و حشمت تو از طبیعت و از کلامت و از آنچه که تو خلق کردی چیزهای تازه یاد بگیریم. تو را شکر می‌کنیم که این فرصت را عطا کرده ای تا امروز با کمک و قدرت تو عامل مفید و بنده خدمتگزار تو بوده و دیگران را خدمت کنیم. بارلاها، آنچه را که به ما عطا کرده ای، یعنی جان و مال و هستی و وجودمان را به تو تسلیم می کنیم و از تو استدعا می کنیم که نگذار لحظه ای چشم از تو برداریم. ای پدر آسمانی، اکنون که کلامت را مطالعه می کنیم، تمنا این که به ما فهم و بینش روحانی عطا کن تا چیزهای عجیبی رو یاد بگیریم. این تمنا را به نام مقدس منجی زنده عیسی مسیح می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به رومیان، ششمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از صدای انجیل. ایمانداران عزیز و عاشقان خدا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. خدا رو شکر میکنم که این افتخار رو دارم که براتون از کلام حیات بخش خداوند آیات آسمانی رو بخونم و توضیحاتی جهت روشن ساختن معنی آیات شریف تقدیم حضورتون کنم تا شما مطالب را بهتر درک کنید. برای این منظور و در ادامه مطالعه کلام خدا ازتون دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله حضرت پولس رسول به رومیان که عمیق‌ترین رساله در تاریخ بشریت است بگشایید تا از فصل 11 آیات آسمانی را با دقت مطالعه کرده و نه فقط از فیض خدا آگاه شویم، بلکه با پذیرفتن آن در رحمت و فیوزات سماوی را به روی خود گشوده و در آن زندگی کنیم و ارتباط معنوی را با خالق خود برقرار کرده و در نتیجه صاحب حیات ابدی بشویم. اگر شما از شنوندگان تازه هستید که هنوز انجیل مقدس را در اختیار ندارید، ازتون دعوت میکنم که حتما برای ما نامه بنویسید تا ما براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجددا خدمتتون خواهیم داد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. حضرت پولس در این رساله توجه ما را نه فقط به موقعیت و حالت و مقام واقعی انسان مبذول می‌دارد، بلکه صحبت از فیض عظیم خدا می‌کند. فیضی که در حقیقت بشارت و مژده آسمانی برای ما انسان‌های گناهکار و نالایق می‌باشه و نشون می‌دهد که چگونه خدا یکتا از روی محبت عظیم خود آنچه را که انسان لیاقتش را نداد به او می‌دهد. یعنی خدا انسان گمراه و خاطی و یاغی و سرکش را دوباره از روی محبتش به سوی خود می‌خوانه و نه فقط آن، بلکه طریق زیستن و راه رسیدن به او را نیز خودش برای انسان‌های گناهکار مهیا کرده. حضرت پولس محبت خدا را که در عیسی مسیح به نحو کاملی بر ما آشکار گردیده است بیان می‌کنه و به ما مژده می‌دهد که ای انسان گناهکار و ای انسان اسیر شیطان و هوا و هوس و ای غلام گناه، اگر با ایمان امروز و در این ساعت به سوی خدا آمده و خود را تسلیم نجات دهنده جهان بکنی، خدا نه فقط تو را آزاد می‌گرداند، نه فقط تو را عادل محسوب می‌کنه، نه فقط تو را می‌بخشه، بلکه تو را به عنوان فرزند خود می‌پذیرد و اگر در او ثابت قدم باشی، فرزند خدا محسوب می‌شوی. مقام و افتخار که خداوند فقط و فقط در تمام خلقتش به انسانی که توبه کند و با ایمان به سویش بیاید عطا می‌کند. حضرت پولس خاطر نشان می‌سازد که هیچ چیزی در این عالم وجود ندارد که ما را از محبت خدا باز دارد. هیچ چیزی، حتی مرگ و شیطان هم با تمام قدرت خود قادر نیست مانع رسیدن محبت
و لطف خدا به ما بشه. محبت خدا برای همه انسان هاست. خدا همه را دوست می دارد و هیچ کس نمیتونه کاری کنه که خدا محبتشو از شخص باز داره. تنها یک عامل هست که ما را از محبت خدا محروم میکنه و آن خود انسان است. یعنی تنها چیزی که میتونه ما را از محبت خدا محروم کنه خودمان هستیم و آن موقعی است که به دعوت فیض آمیز خدا جواب رد داده و از او روی بگردانیم. کاری که متاسفانه بسیاری از انسانها دانسته و یا ندانسته انجام میدن. آدمی حیران میماند که چطور این افراد به خاطر ارضای خواهش‌های نفس خودشون دست رد به محبت و فیض خدا میزنن. و دوست عزیز، شاید ما خیلی راحت این نوع افراد را محکوم کنیم، ولی عزیز من، چه بسا شما نیز یکی از آنان می باشید. پولس رسول برای اثبات این موضوع از قوم بنی اسرائیل نمونه می آورد که چگونه آنان با آنکه برگزیده خدا بودند، با آنکه صاحب کتاب و شریعت آسمانی بودند و در طول تاریخ شاهد معجزات دائمی خدا بودند، به لطف و کرم و کلام مقدس خدا پشت پا زدند و رحمت و فیض خدا را در واقع رد کرده و پایمال نمودند. حالا در فصل 11 درباره رحمت خدا بر قوم بنی اسرائیل و همچنین فیض و رحمت خدا بر غیر یهودیان صحبت میکنه و اعلام میکند که برخلاف عقیده افراد مذهبی علل خصوص که مقصودش در اینجا همون یهودیانه که خیال میکردن فقط آنان هستند که مورد عنایت خدا قرار میگیرند، همه مردم عالم از محبت خدا برخوردارند و اگرچه بسیاری از امتها هنوز از خدا دور هستند، این نشانه نیست که خدا آنان را دوست ندارد و محبت نمیکنه، بلکه برعکس کلام میفرماید که خدا همه مردم جهان را دوست دارد. ولی دلیل آنکه سایر ملت‌ها در فیض خدا قرار نگرفتند اینه که اولا یا آنها کلام خدا را، مژده آسمانی را نشنیدند و یا دوم اگر شنیدند دست رد بر فیض خدا زدند. ولی هر کسی که به سوی خدا روی آورد و به منجی و نجات دهنده جهان ایمان بیاورد، حیات جاودان را خواهد یافت، زیرا انسانها به وسیله ایمان عادل محسوب می شوند. با بیان این مقدمه حالا توجهتان رو به قرائت آیات مبذول می دارم. آیه اول می گوید پس می گوییم آیا خدا قوم خود را رد کرد؟ حاشا، زیرا که من نیز اسرائیلی و از اولاد ابراهیم و از سبط بنیامین هستم. پولس رسول روی سخن خود را به یهودیان میکنه و میفرماید از شما سوالی دارم، آیا خیال میکنید خدا از قوم خود اسرائیل دست کشیده و ایشان را ترک گفته است چون که گناه کردند؟ و در پاسخ خودش میگه البته که نه. با اینکه اسرائیلی ها گناه کردند ولی خدا اسرائیلی ها را ترک نکرد. و بعد میفرماید فراموش نکنید که من خودم یهودی و از نسل ابراهیم و از طایفه بنیامین هستم. با این جمله پولس رسول میخواهد به یهودیان اطمینان بده که وقتی خدا غیر یهودیان را نیز به ملکوت خود وارد میکنه، وقتی آنان را نیز در فیض خود شریک میکنه، نشان آن نیست که خدا از محبتش نسبت به آنان که از نسل ابراهیم و فرزندان وعده و برگزیده قوم محسوب میشوند کاسته شده باشد. خیر. و اگر آنان امروز اینطور فکر میکنند، باید بدانند که اعمال و خطایای خودشونه که سبب شده از فیض و عنایات خدا محروم گردند. زیرا خدا روی خود را، محبت خود را از هیچ بنده دریغ نمیکنه، ولی این انسانی که کاری میکنه که خدا به ناچار روی خود را از او برمیگردانه، آن هم موقعی که گناه میکنه. میدونی چرا دوستان خدا روشو برمیگردانه؟ چون خدا تاب دیدن گناه و شرارت را ندارد و اگر ما در شرارت باقی بمانیم، خدا روی خود را از شرارت ما برمیگردانه، ولی محبتش نسبت به ما کاسته نمیشه. حالا پولس برای اینکه این موضوع رو ثابت کنه از تورات نمونه می آورد که چگونه خدا همه مردم جهان را دوست دارد، حتی آن بت پرستا و آن کافران که یهودیان حتی آنان را آدم حساب نمی کردن. به طوری که از آیه 2 الی 6 اینطور می خوانیم: خدا قوم خود را
که از قبل برگزیده و شناخته بود رد نفرموده است. آیا نمی‌دانید که کتاب در الیاس چه می‌گوید؟ چگونه بر اسرائیل الیاس از خدا استغاثه می‌کند که خداوندا انبیای تو را کشتند و مذبح‌های تو را کندند و من به تنهایی ماندم و در قصد جان من نیز میباشم. لکن وحی بدو چه میگوید؟ خدا میگوید اینک ای الیاس 7000 مرد به جهت خود نگاه داشتم که به نزد بت زانو نزدند. پس همچنین در زمان حاضر نیز بقیتی به حسب اختیار فیض مانده است. حضرت پولس می‌فرماید خدا نه فقط محبت خود را از قوم یهود نکاسته و نه فقط آنها رد نکرده، بلکه هنوزم که هنوزه با تمام شرارت‌هایی که کردن خدا آنها را دوست داره. در عوض خود مردم یهود بودند که با اعمالی که کردند لطف خدا را از خود دور ساختند. می‌فرماید بیاورید در زمان الیاس که یهودی‌ها چه شرارت عظیمی کردند. آنها انقدر شرارت کردند که در تاریخشون بی سابقه است. الیاس بود که به حضور خدا از خود یهودی ها شکایت میکنه که خدایا ببین چگونه بر علیه تو قیام کردن. خدایا قومی رو که تو برگزیدی تا در جهان نمونه باشن همه مؤمنین و پیامبران را به قتل رسانیده و بت پرست شدن، عبادتگاه ها را خراب کردن و حالا نیز میخوان مرا بکشن. اما خدا در جواب الیاس میگوید ای الیاس تو تنها نیستی. من 7000 نفر دیگر دارم که هنوز مرا میپرستند و در مقابل بت‌ها زانو نزدند. وقتی این واقعه را به خاطر مذهبیون میآورد، پولس با آنها ثابت میکنه که امروز هم همینطوره. همه یهودیان از خدا برنگشتند. خدا در اثر رحمت خود تعدادی از آنان را انتخاب کرده تا نجات بدهد و اگر این نجات بستگی به رحمت خدا داره، پس دیگر به خاطری نیست که آنها کارهای خوب کردند، چون در آن صورت هدیه نجات خدا دیگر رایگان نمیشه، بلکه این در مقابل آن کاری انجام شده است. و اگر انسان به خاطر به دست آوردن نجات کاری بکنه، دیگه نجات خدا رایگان محسوب نمیشه و شخص میتونه در درگاه خدا به خودش بباله که بله من تونستم این کار را بکنم، اینقدر خوب باشم که نجات را تصاحب کنم، در حالی که کلام خدا میگه که در حضور خدا جای فخری وجود نداره. آیه 7 و 8 در حقیقت نتیجه است که پولس میگیرد. میفرماید پس مقصود چیست؟ اینکه اسرائیل آنچه را که میطلبد نیافته است، لکن برگزیدگان یافتند و باقی ماندگان سخت دل گردیدند، چنان که مکتوب است که خدا بدیشان روح خواب آلود داد و چشمانی که نبینند و گوشهایی که نشنوند تا به امروز. پولس میگه اکثر یهودیان که در پی جلب رضایت خدا هستند یا مذهبی هستند موفق نشده و نمیشوند که به مقصود نهایی خود یعنی به عادل شدن برسند. البته عده‌ای موفق خواهند شد و آنها هم کسانی هستند که خدا انتخابشون کرده، ولی بقیه قوت تشخیص خود را از دست دادند. و این همان است که کتاب آسمانی تورات نیز به آن اشاره کرده و مقصود اون آیه اینه که خدا آنها را به خواب فرو برده است و چشمان و گوش‌های آنان را طوری بسته که وقتی راجع به مسیح با ایشان صحبت می‌کنیم چیزی نمی‌فهمند و این وضع تا امروز هم ادامه دارد. سپس پولس از داوود پیامبر نیز که در مورد تعصب و نفهمی قوم یهود به درگاه خدا شکوه کرده است سخن می‌راند و میگوید داوود میگوید که ماده‌های ایشان برای ایشان تله و دام و سنگ مصادم و عقوبت باد، چشمانشان تار شود تا نبینند و پشت ایشان را دائما خم گردان. یعنی داوود پیامبر فرمود که خدایا بهتره که همین قضاهای خوب و برکات‌هایی که تو با این یهودی‌ها دادی باعث بشه که آنها اشتباها فکر کنن که تو را راضی و خوشنود ساختن. بهتره که دود این برکت‌هایی که به آنها دادی به چشمشون بره و آنها را هلاک کنه، چون سزاوارشون همینه. بهتر از همیشه چشمانشون تا شیطان نتوانن ببینن و همیشه پشتشان زیر بار سنگین گناه خم بماند. دوستان عزیز، این آیات نشان می‌دهد که افراد مذهبی تا چقدر می‌توانند نافهم و بیشور و نسبت به عالم معنویت و حقیقت خدا کوردل باشند. و این در مورد من و شما نیز صدق می‌کند. الیاس نبی از دست آنان به خدا شکایت کرد و داوود هم حتی آرزوی نابودی آنان را می‌کنه. چرا؟
چون غالبا خود را عادل میشمارند در حالی که نیستند، خود را پاک میدانند در حالی که شرارت وجودشون رو پر کرده، به خود و به کارهاشون اعتماد و افتخار میکنند در حالی که میبایستی بدانند که هیچ ارزشی ندارد در حضور خدا، نه کارشون نه افکارشون. بشر چیزی نداره که شایسته تقدیم به خدا باشد. و دوستان، وقتی بصیرت روحانی نباشه، وقتی بینش روحانی نباشه، تعصب به جای حقیقت و نور خدا در وجود آدم جا میگیره و در نتیجه هلاکت و بدبختی و ظلم و ستم برمغان میآوره و زندگی را بر دیگران تلخ و ناگوار میکنه، همونطور که امروز خودمون شاهد هستیم و چه بسا خودمون هم جزو آن گروه میباشیم. خدا بر ما ترحم کند که صاحب بصیرت روحانی بشویم. از آیه 11 در دنباله گفتارش پولس رسول میگوید: پس چه گوییم؟ آیا لغزش خوردند تا بیفتند؟ حاشا، بلکه از لغزش ایشان نجات به امتها رسید تا در ایشان غیرت پدید آورد. پس چون لغزش ایشان دولتمندی جهان گردید و نقصان ایشان دولتمندی امتها، به چند مرتبه زیادتر پری ایشان خواهد بود. رسول خدا میگوید: آیا این آن معناست که خدا قوم خود را به خاطر اینکه آنان شریر و ظالم و گناهکار و فاسد بودند رد کرده است؟ آیا دیگر خدا آنها را مورد توجه و لطف خودش قرار نمیده؟ میگوید که البته که نه، زیرا خدا مثل انسان رفتار نمیکنه. اگر خدا مثل انسان بود، در برابر بدی و ظلم میکرد و میگفت که حالا که این قوم این همه بی‌وفا و بی‌قدر شناس و نمک نشناس هستند، من هم نسبت به آنها بی‌وفایی میکنم. ولی خدا را شکر که خدا اینطور فکر نمیکنه. خدا را شکر که او مثل ما انسان‌ها فکر نمیکنه و مثل انسان هم رفتار نمیکنه. خدا اراده کرد که هدیه نجات و بخشش گناه را در دسترس همه انسان‌ها بگذارند و دوستان، همه ما گناهکاریم و لیاقتشون رو نداشتیم، ولی خدا اراده کرد. چرا؟ چون محبت فیض داره. تا حتی کلام میگه در اینجا که تا یهودیان که صاحب کتاب باشن به غیرت بیان و به فکر بیفتن که نجات خدا را برای خود نیز به دست بیاورن. ولی همه یهودیان نجات خدا را نپذیرفتند و در نتیجه سقوط کردند. در عوض مردم تمام دنیا وقتی که پیغام مسیح رو شنیدن، از این نعمت آسمانی برخوردار شدند. حالا اگر یهودیان هم به عیسی مسیح ایمان بیاورند، نه فقط خودشون نجات پیدا میکنن، بلکه بر اثر نعمت‌های بیشماری نیز که خداوند به آنها داده، مردم دنیا نیز لطف الهی را بیش از بیش خواهند دید. اگر در نتیجه گناه و دوری از خدا نجات خدا شامل حال همه مردم گردیده، مگر نه اینکه در نتیجه خداپرستی و اطاعت از او فیوزات آسمانی بیشتری نصیب مردم خواهد شد. پولس پس از بیان این مقدمه از آیه 13 روی سخن خود را از یهودیان یا مذهبیون برداشته و متوجه غیر یهودیان میکنه و میگوید: زیرا شما ای امتا به شما سخن میگویم. پس از این روی که رسول امتا هستم، خدمت خود را تمجید میکنم تا شاید ابنای جنس خود را به غیرت آورم و بعضی از ایشان را برهانم. زیرا اگر رد شدن ایشان مصالحت عالم شد، بازیافتن ایشان چه خواهد شد جز حیات از مردگان؟ پولس رسول میخواد عشق و آرزوی قلبی خود را مبنی بر اینکه همه یهودیان نجات پیدا کنند را برای غیر یهودیان بازگو کنه. میگوید: همانطور که میدانید خدا مرا به عنوان رسول خاص خود برای شما برگزیده و من این واقعیت را که پیام آور برای غیر یهودی ها هستم را همیشه به یهودیان و هم نسلانم اعلام می کنم، تا بلکه وادارشون کنم که آنچه شما دارید می توانید به دست بیاورند، که البته مقصود پولس همان فیض خدا و حقیقت آسمانی و بخشش گناهان می باشه. و در آیه 15 می گوید که ای کاش همه یهودی ها هم به عیسی مسیح ایمان بیاورند. دوستان عزیز، این نقطه عطفی است در زندگی پولس رسول. او قبل از اینکه مسیحی بشه، وقتی که در یهودیت بود، وقتی که در مقام عالی یهودیت داشت، میگه که حتی غیر یهودی ها آدم حساب نمی کرد. ولی وقتی که عیسی مسیح او را برمیگزینه، وقتی که او را پاک میکنه، وقتی که به او بصیرت روحانی میده، نه فقط او دیگران را هم با خود برابر میدونه و همه را مقبول پسند خدا میدونه و همه را دعوت به فیض خدا میکنه، بلکه میگه که خدا مرا برای غیر یهودی ها برگزیده تا پیام آور برای مردمی باشم که تا چند لحظه پیش، تا مدتی پیش حتی آنها را انسان حساب نمی کردم.
او صاحب بصیرت روحانی شده بود و حالا آرزو می‌کرد که این نور روحانی بر یهودی ها نیز بتابه تا آنها نیز مثل خودش متوجه نقشه خدا برای نجات همه بشر باشه. ولی افسوس که غالب یهودی ها در تعصب خودشون اسیر شده بودند. وقتی خدا به خاطر گناهانشون روی خود را از قوم یهود برمیگرداند، دقت کنید دوستان، محبتش رو کم نکرده نسبت به قوم یهود، ولی چون قوم یهود گناه کردند و دیوار گناه را بنا کردند، خدا روی خود را از گناه برمیگرداند که در حقیقت معناش اینه که و به بقیه امتهای جهان نگاه میکنه تا آنها از هدیه خدا نیز بهره مند شوند. غیر یهودیان لطف خدا را به دست می آورند و حالا پولس میگه که چه خوب میشد که یهودی ها متوجه فیض خدا شده و به عیسی مسیح ایمان بیاورند. میگه اگر اینطور بشه، اگر یهودی ها ایمان بیاورند، مثل اینی که در حقیقت در زندگی آنها معجزه عظیمی به وقوع پیوسته که انگار از مردگان دوباره زنده میشوند. این آیات صحبت از عشق و علاقه عجیبی که پولس برای هدایت یهودیان داشت صحبت میکنه. او آرزو میکرد که آنها به سوی عیسی مسیح بیان. هرچند قوم برگزیده خدا بودند، اما متاسفانه از نور خدا پیروی نمیکردند. دعای پولس این بود که یهودی ها همانند غیر یهودی ها به سوی نور خدا در عیسی مسیح بیایند. میگوید آنها باید هم ایمان بیاورند، زیرا فرزندان ابراهیم و اسحاق و یعقوب هستند، فرزندان سایر پیغمبرانند، برگزیدگان خدا از نسل یهودند. بنابراین آنها هم باید خدا پرست باشند، چون اگر ادعا دارند که بله ما از نسل ابراهیم هستیم، بله ما از نسل پیغمبران خدا هستیم، بله ما از نسل مردان خدا هستیم، پس باید چیزایی از آنها داشته باشند در خودشون، باید از آنها پیروی کنند، مثل آنها با ایمان به کلام خدا تسلیم حقیقت بشن و نه اینکه راه خود را پیش گرفته و مطابق اراده و میل خودشون زندگی کنند. و بعد پولس میگه که اگر شما فرزندان ابراهیم هستید، بایستی سیرت و صفات ابراهیم را در خود داشته باشید. وقتی که پولس این را به یهودی ها میگه، دوباره روی خودش رو به غیر یهودی ها میکنه که از نسل ابراهیم هستن. میگه مبادا شما نیز مثل یهودی ها مغرور شوید. مقصودم افراد غیر یهودی که از نسل ابراهیم هستن همان کسانی است که ایمان به عیسی مسیح آوردند و مثل ابراهیم به وسیله ایمان در نظر خدا عادل محسوب شدند. من و شما اگر مسیح را قبول کرده اید. پولس میگه که مبادا شما نیز مثل یهودی‌ها مغرور بشید و خیال کنید که چون شما کار خوبی کردید و یا چون نسل شما برتر از یهودی هاست، برای همینی که خدا به شما عنایت کرده و گناهاتون بخشیده. خیر، اینطور نیست. میفرماید در نزد خدا طرفداری نیست. شما هیچ چیزی ندارید که اون رو بتونید تقدیم خدا کنید و شایسته خدا باشه. اعمالتون هم کامل نیست که بتونید به وسیله اعمالتون فیض خدا را، بخشش گناهان را به دست بیاورید. ما انسان‌ها هیچی نداریم به خدا بدهیم. هر چی داریم به قول حضرت اشعیای نبی آغشته به گناست و در نتیجه آغشته به فساد، محکوم به فناست. میگوید آنچه شما یافتید فیض خداست، لطف خداست، بنابراین جای غروری برای شما نیست. و معنی آیات 17 و 18 همینه. میگه ولی بعضی از این شاخه های درخت زیتون، یعنی بعضی از یهودیان شکسته شدند و شما غیر یهودیان که مثل شاخه های درخت زیتون وحشی بودید به آن پیوند شدید. پس حالا شما هم آن برکتی را که خدا به ابراهیم و فرزندانش وعده داده است به دست می آورید، چون از درخت زیتون که خدا آن را می پروراند تغذیه می کنید. ولی باید مواظب باشید از اینکه لطف خدا شامل حال شما گشته مغرور نشوید. فراموش نکنید که کی هستید و کی بودید و فراموش نکنید جزئی از درخت هستید، یعنی شاخه هستید و نه ریشه. پس جای فخری برای ما در حضور خدا وجود نداره. دوستان عزیز، اگر ما میخوایم اطمینان داشته باشیم که جزو برگزیدگان خدا هستیم، باید ایمان داشته باشیم. همه ما میدونیم که ابراهیم برگزیده خدا بود و در نظر خدا عادل محسوب شد. چه چیزی ابراهیم را عادل محسوب کرد؟ مذهب؟ نه دوستان، مذهبی وجود نداشت. شریعت و قانون؟ نه، شریعت قانونی از جانب خدا نیامده بود. چه چیزی بود که
خدا در ابراهیم دید و او را عادل کرد. آیا اعمال خوبش؟ حاشا. یک چیز فقط، و اون ایمان بود. ابراهیم به خدا ایمان آورد و این ایمانش بود که او را عادل گردانید. خب دوست من، اگر خدا از این طریق ابراهیم را عادل محسوب گردانید، مگر نه اینکه چند مرتبه بیشتر ما را نیز اگر از همین طریق ابراهیم، یعنی ایمان آوردن به او و تسلیم شدن به او، عادل محسوب بمون کنه. پیام انجیل همینه. مژده انجیل اینه که خدا کفاره گناهان ما را در عیسی مسیح پرداخته و حالا اگر با ایمان به حضور او بیاییم، امروز می توانیم به حضور خدا آمده و عادل محسوب شویم، همونطوری که ابراهیم عادل محسوب گشت. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدا یکتا میسپارم و امیدوارم که امروز با ایمان خود را تسلیم حقیقت خدا کنید و اجازه بدهید که عیسی مسیح وارد قلب شما بشه و خودش را به مسیح تسلیم کنید. یا مسیح، من بنده تو هستم، مرا در این زندگی یاری بده. و دوستان، مسیح هیچ کسی رو که قلبش رو به روش باز کرده باشه از درگاهش رد نمی کند. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.